که با واقعیت زهرا الهام دختر خانم جوان و هنرمند با جمال مبارز ازدواج کرده است. دلیل نشر تصاویر تازه زهرا الهام در میان مردم افغانستان و صفحات مجازی چی بوده است؟ زهرا الهام چرا دیگر به کارهای موسیقیش نپرداخته است و در کدام کشور زندگی می کند و حقایق ناگفته درباره زهرا الهام کاملا به دور از تصور. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. زهرا الهام هنرمند جوان یکی از چهره‌های مطرح و محبوب در میان صفحات مجازی افغانستان بوده است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. زهرا الهام هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان بعد از آن که در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع اشتراک کرد به مردم نمایان ساخت. وی در کشور پاکستان بزرگ شده است ولی اصالتا هزاره می باشد، اما شوق و علاقه فراوانی که به هنر موسیقی داشت وی از پاکستان به افغانستان برگشت و در برنامه رقابتی ستاره افغان اشتراک کرد و اولین دختر خانم بود که توانست مقام اول را در این برنامه رقابتی از آن خود کند. زهرا الهام کارهای هنریش مورد حمایت گسترده افغانها و جامعه هنری افغانستان قرار می گیرد. این دختر خانم بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان به کشور استرالیا سفر کرد و در کشور استرالیا به کارهای موسیقیش می پرداخت. تازه تصاویر زهرا الهام در میان مردم به نشر می رسد که وی با جمال مبارز نامزد شده است. تا کنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه حقیقت داشته است، ولی من آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای زهرا الهام با جمعی از جوانان و هنرمندان کشور از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زهرا الهام و اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.